ارزونترین و جدیدترین گوشی شیائومی که توی ایران هم هست و میتونید بخرید، گوشی شیائومی ردمی 13C. قیمتش حدود 6100 تا 6700 تومنه، بستگی به حافظه و رمتون داره. الان که قیمتش تازه اومده وارد ایران شده یک مقدار بالاه، یعنی به نظرم تا 5 خورده‌ای راحت جا داره بیاد پایین تر. کلا گوشی های شیائومی که اولش با ردمی شروع میشه، مثل ردمی 10، ردمی 12، ردمی 13C که امروز قراره بررسی کنیم، توی این مدل گوشی ها شیائومی سعی میکنه یک گوشی با کمترین قیمت و یه سری امکانات اولیه که بشه باهاش کارهای روزانه رو انجام داد به مشتری ارائه بده. توی این ویدیو میخوام این گوشی رو به صورت کامل بررسی کنم، ببینم ارزش خرید داره یا نه. خوشحالم میکنی اگر تا آخر این ویدیو با من همراه باشی. داخل کارتونش شارژر و کابل شارژ داره، ولی از قاب که تو سری نوت و کلا میان رده های امسالش وجود داشت خبری نیست. از نظر طراحی نسبت به ردمی 12C ارتقا یافته به نظر میرسه. قیافش واقعا شبیه یه گوشی ارزون قیمت نیست و رخ دوربیناش خیلی زیبا به نظر میاد. پشت گوشی ماته ولی قسمت ماژول دوربین براقه و اثر انگشت تو قسمت ماژول میمونه. لبه های صاف یا تختی داره که تو سال 2023 این مدل طراحی خیلی رایج شده. دکمه ولوم و پاور که سنسور اثر انگشت هم هست سمت راست گوشیه. خشاب سیم کارت که همزمان SD کارت و 2 تا سیم کارت رو ساپورت میکنه. جک هندز فری رو داریم. تنها اسپیکر گوشی هم پایینشه که کنار میکروفون و درگاه شارژ تایپ C قرار گرفته. تو نسخه قبلی این گوشی یعنی ردمی 12C که قبلا هم بررسی کردم و ویدیوش اینجاها میاد، میتونید برید ببینید. اگر یادتون باشه درگاه شارژش میکرو USB بود که توی ردمی 13C شده تایپ C و این یک مدل ارتقا محسوب میشه. IR بلستر یا مادون قرمز توی این گوشی نیست، ولی نمیتونیم اعتراضی کنیم چون توی نسخه های قبلیش یعنی 12C و 10C هم ما مادون قرمز رو نداشتیم. نقطه ضعف طراحی حاشیه‌های خیلی زیادیه که اطراف نمایشگر داره، مخصوصا از پایین گوشی که خیلی رفته تو دیوار. دوربین سلفی هم که میبینید به صورت ناچ قطره‌ایه که بازم چون نسخه های قبلیش هم همین مدلی بود کاری باهاش نداریم. مسلما دارم تو بررسی این گوشی قیمتش هم در نظر میگیرم و الکی به همه چیزش گیر نمیدم، چرا اینجاش اینجوریه چرا اونجاش اونجوریه. این رو هم در نظر بگیرید. یه سری آپشن هایی توی این گوشی هست، مثل پشتیبانی کردن از رم، مثل جک هندز فری که دیگه تو گوشی های میان رده و بالا رده میشه گفت نایاب شده. البته که به زودی توی این مدل گوشی ها هم حذف میشه. صفحه نمایش 6.74 اینچی 720p IPS LCD و چیزی که تو نمایشگر ارتقا پیدا کرده و جای خوشحالی داره رفرش ریت 90 هرتزیه که واسه یه گوشی ارزون خیلی خوبه. رفرش ریت گوشی رو میشه کاستومایز کرد بین 60 یا 90 هرتز، خودش جابجا نمیشه. یکیش رو میتونید انتخاب کنید که روی همون بمونه. نمایشگر ردمی 13C با تراکم 260 پیکسل واسه استفاده تو خونه و حتی یوتیوب گردی خوبه. مثل بقیه گوشی های اقتصادی رنگ ها رو یه مقدار تیز نشون میده که با کیفیت تر به نظر بیان. روشنایی صفحه نمایش 450 نیته که تو خونه خوبه، ولی برای استفاده تو محیط باز و زیر نور آفتاب مناسب نیست که هیچ، اذیت کننده هم هست. مدیاتک G85 12 نانومتری. احتمالاً انتظار دارید بگم که نسبت به نسخه قبلی خودش ارتقا پیدا کرده، ولی تو گوشی ردمی 12C دقیقاً همین پردازنده استفاده شده بود، یعنی تو قسمت CPU هیچ ارتقایی صورت نگرفته. پردازنده ردمی 13C قدیمی شده ولی هنوز به درد گوشی‌های اقتصادی و ارزون قیمت میخوره، چون از پس کارهای روزمره برمیاد. حتی میشه تا یه لولی باهاش بازی هم کرد، مثلا یه بازی مثل آسفالت رو با این گوشی میشه اجرا کرد و تقریبا بدون مشکل انجام داد. عملکرد چند وظیفگی گوشی هم بد نیست و میشه چند تا برنامه رو با هم باز کرد و بینشون به راحتی سویچ کرد. مدل حافظه داخلیش eMMC 51
همین انتظارم داریم از همچین قیمتی. توی 3 تا پیکربندی رم وارد بازار شده. یک، نسخه حافظه داخلی 128 گیگ با رم 4، 128 گیگ با رم 6 و یه نسخه 256 با رم 8 گیگ. توصیه من به شما اینه سمت رم 4ش اصلا سعی کنید نرید. اگر تصمیم دارید یه گوشی ارزون قیمت شیائومی بگیرید، گشتید به این گوشی رسیدید و اومدید دارید این بررسی رو میبینید، میخوام به شما بگم که در حال حاضر نهایتاً 400-500 هزار تومان نسخه 128 گیگ و 256 گیگش اختلاف قیمت دارن. اگر میخوای کم هزینه کنی، حداقل 400-500 تومان بیشتر هزینه کن، رم 8 با حافظه 256 گیگش رو بگیر. دلیلم هم اینه که تجربه کاربری بهتری خواهی داشت، یعنی تو طول زمان هنگ کردن های کمتر، سویچ کردن بین برنامه ها با سرعت بیشتر. نظر من اینه بیشتر هزینه کنی، رم 8ش رو بگیری، باز هر جور خودت صلاح میدونی. Let's go. پشت گوشی دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی داریم با f1.8، یه ماکرو 2 مگاپیکسلی و یه لنز تشخیص عمق 800 مگاپیکسلی هم داریم. عکسای دوربین اصلی واقعا بد نیست و گاهی حتی دوست داشتنیه. مسلما خود گوشی نرم افزاری عکس‌ها رو یه مقدار دستکاری و پردازش میکنه، ولی به هر حال خروجی کار اگر یکم هم توی عکاسیش دقت داشته باشید میتونه خیلی خوب باشه. تصاویر تو نور خوب شارپ هستن و رنگ‌های مقدار غلیظ به نظر میان. خودتون رو نمونه‌هاش میتونید قضاوت کنید. دوربین سلفی ردمی 13C با اینکه از 5 به 8 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده ولی خوب نیست. یه نمونه هم واسهتون میذارم ببینید که نهایتا خروجی دوربین سلفی این گوشی چی میتونه باشه. این که دوربین اصلی این گوشی عکسای خوبی میگرفت دلیل نمیشه که فیلم برداری خوبی هم داشته باشه. کیفیت فیلم ها در حد یه گوشی ارزون قیمته. لرزش دست ها تو فیلم کاملا مشخصه. با دوربین سلفی و اصلی هم نهایتا میشه با کیفیت 1080 30 فریم فیلم برداری کرد. باتری گوشی 5000 میلی آمپریه و گوشی از سرعت شارژ 18 واتی پشتیبانی میکنه. نکته مهم و عجیب شارژ شدن این گوشی اینه که شارژر داخل کارتون گوشی 10 واتیه و خود گوشی از سرعت شارژ 18 واتی پشتیبانی میکنه. در مورد مصرف شارژش بگم که تو 1 ساعت بازی کردن با گوشی حدوداً 10% شارژتون کم میشه که میانگین بگیریم حدود 10 ساعت میشه با این گوشی بازی کرد. ولی شارژ شدن گوشی، یعنی اگر گوشی خاموش بشه و بزنید توی شارژ 2 ساعت و 35 دقیقه طول میکشه که فول شارژ بشه. با شارژری که داخل کارتونه اگر برید یه شارژر 18 واتی بگیرید تقریبا 1 رو 20 دقیقه حدودا زودتر فول شارژ میشه. ردمی 13C با MIUI 14 و اندروید 13 عرضه شده، ولی یه سری از ویژگی های رابط کاربری شیائومی رو نداره، مثل سکند اسپیس یا فضای دوم، اسپلیت اسکرین مولتی تاسکینگ و اپساید بار توی این رابط کاربری تو دسترس کاربر نیستن. با تمام عیب و ایراداتی که گفتم و انتقاداتی که از این گوشی کردم، این گوشی تو رده خودش یکی از بهترین گوشی هاییه که شما میتونید بگیرید. با وجود باتری خیلی خوبی که داره، با وجود رفرش ریت 90 هرتزی و حتی پردازنده کماکان به درد بخور این گوشی، به نظرم گزینه خوبیه. یه سری از ویدیوها هم من میبینم بررسی میکنم، تو کامنت ها میگید که مثلا من نسخه قبلیش رو دارم ارتقا بدم بیام روی این. در مورد این گوشی میخوام بهتون بگم که اگر ردمی 10C یا 12C دارید روی گوشیاتون بمونید و روی 13C نمیخواد سویچ کنید. اما اگر میخواید یه گوشی ارزون قیمت بگیرید که کارهای روزانه‌تون رو باهاش انجام بدید، حتی باهاش هر از گاهی گیم بزنید، خریدش به نظرم ارزش داره، توصیه میکنم. بازم میگم قیمتش احتمالاً یک مقدار میاد پایین‌تر. اسم من میثم صفدری و خوشحالم میکنی اگر این پست رو لایک کنی، دکمه سابو بکوبی و زنگوله بغلش هم یه فشاری بدی. خیلی گلی که تا این لحظه با من همراه بودی، منتظر ویدیوی بعدیم باش. خیلی مخلصیم.